بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. به نام خداوند جهان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین، خداوند بخشنده و دستگیر، کریم و عطا بخش و پوزش پذیر، عزیزی که هر که از درش سر بتافت و هر در که شد هیچ عزت نیافت. اولا از خداوند مسئلت میکنیم که برای تمام مردمان شرفمند جمهوری تاجیکستان پروردگار عالم عمری دراز، صحت و سلامتی، حیات آسایشته، زندگی ارزنده و رزق و روزی فراوان نصیب کرده باشد. بهترین نعمتی که برای انسان داده می شود تنجی و آرامی، صحت و سلامتی. ما امروز در وضعیت های قرار داریم که هر گونه بیماری های گوناگون جامعه جهانی را به تشویش آورده است. از جمله بیماری کووید 19 یا بیماری سیل یا دیگر نمود بیماری های سرایت کننده. در چنین وضعیت ها وظیفه هر انسان از این عبارت است که باید به قدر سلامتی برسیم و سلامتی خود را حفظ کنیم. خدای تعالی در یک آیت فرموده است: استعیذ بالله، احتیاطی را رعایت کنید. یعنی احتیاط باشید، همه وقت به قدر صحت و سلامتی برسید. وظیفه هر انسان در چنین وضعیت ها به قدر سلامتی رسیدن، سلامتی را حفظ کردن. سلامتی یک نعمت بزرگ است که بدون سلامتی انسان در هیچ کار موفق شده نمیتواند. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم در حدیث مبارک فرموده اند که 5 چیز را پیش از وقوع 5 چیز غنیمت بدانید. یعنی آنچنانی که در عرفیت میگویند که علاج واقعه پیش از وقوع. یکی از همین 5 چیز پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند: اغتنم صحتک قبل مرضک. ای امتان، صحت و سلامتی را پیش از بیماری غنیمت بدانید. سلامتی یک نعمت بوده است که انسانی که صحت و سلامت است بعضا به قدر سلامتی نمی رسد، بی پرواگی می کند، بی اهمیتی می کند. خدای نکرده وقتی که بیمار شود بعدا پشیمان می شود. چنان پشیمان می شود که بعدا این پشیمانی فایده ندارد. برای همین این گفته ها و این حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برای ما همین معنا را افاده می کند و همین چیز را تعلیم می دهد که به قدر صحت و سلامتی رسیدن در کار، سلامتی را حفظ کردن. بعد از آن ما انسان هستیم، ما آدم هستیم. در همه حالت ها رعایت کردن آدم و آدمگری، انسان دوستی و تن دوستی، این وظیفه هر یک انسان و وظیفه هر یک بنده مسلمان دانسته می شود. حالت های می شود که نسبت این یا آن بیمار بعضی مردم مناسبت ناخوب می کنند که این کاری خوب نیست. مثلا در جمعیت بعضا مشاهده می شود که به طور مثال می گویم که نفری که به بیماری سیل گرفتار باشد نسبتش مناسبت بد می کنند، و حال آنکه بیماری سیل یک بیماری تبابت شونده است. بعد از آن از نگاه دین اسلام و از نگاه آدم و آدمگری و از نگاه انسان دوستی نسبت یک نفر خواه بیمار است خواه بیمار نیست مناسبت را بد کردن این کار خوب نیست. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم شخصیتی بودند که همه وقت با تمام طبقه های انسانیت مناسبت نیک، مناسبت انسان دوستانه انجام میدادند. خصوصا از احوال بیمارها عیادت کردن، بیمارها را کمک و دستگیری کردن. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم در این کارها پیش قدم بودند و ما امتان را تعلیم و تربیت دادند که ما همه وقت نسبت همدیگر انسان دوست باشیم. نفری که بیمار است اگر که از دستمان بیاید کمک برسانیم، اگر که از دستمان نآید دعای نیک در حقش بکنیم. اما نسبت انسان بیمار مناسبت بد کردن این کاری خوب نیست. و این خاطر خدا کند که همه وقت آدم و آدمگری، انسان دوستی، حرمت و احترام، مهر و محبت، مهر و عاقبت در بین انسان ها پابرجا باشد و خدا کند که مملکتمان همیشه تنج باشد، زمانه ها تنج باشد، صلح و ثبات کشور پایدار و استوار باشد، چون که خوشبختی انسان در تنجی و آرامی و صحت و سلامتی است. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.